دوستان سلام، وقتتون بخیر. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یکی از چالش‌هایی که سمت دیوایس های میکروتیک اختصاصا روترها داریم اینه که قابلیت جو وجود نداره و برای اینکه این کمبود رو ما حل بکنیم میایم و از قابلیت ادرس لیست استفاده میکنیم. یکی از سایت هایی که همیشه دوستان برای بحث ادرس لیست ازش استفاده میکنن میکروتیک کانفیگه که میتونن بیان کشور مد نظرشون رو انتخاب بکنن و فایل اون رو بزنن که براشون جنریت بشه و دانلود بکنن و به راحتی روی روتر خودشون برن و فرآیند ایمپورت کردنش رو انجام بدن. همونطور که مشاهده میکنید من فایل رو درگ اند دراپ کردم و بعد از اون تنها کاری که نیاز هست انجام بدم اینه که بیام و توی ترمینال ایمپورت فایل نیم رو بنویسم و اسم اون فایل مورد نظرم رو که درگ اند دراپ کرده بودم مشخص بکنم و یه اینتر بزنم. به راحتی تمامی آدرس ها میاد و اضاف میشه. دوستان یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، من آدرس ها رو پاک کردم، یه نکته‌ای که اینجا وجود داره و باعث چالش میشه برای ما اینه که زمانی که ما چند تا کشور رو هم انتخاب بکنیم و جنریت ادرس لیست بزنیم، ادرس لیستی که داره بهمون میده دقیقاً مشابه همون ادرس لیست قبلیه و یک چالشی که باهاش داریم اینه که مجدد من اینو ایمپورت میکنم. یکی از چالش‌هایی که ما باهاش داریم اینه که ادرس لیستی که داره برامون میسازه اسمش کانتری آی پی بلاکه و همونطور که مشاهده کردیم من 2 تا کشور رو دانلود کردم. تنها کاری که برای ما انجام داره میده اینه که میاد و یک کامنت به اینها اضافه میکنه و توی اون کامنتی که داره اضافه میکنه میگه که این آی پی مربوط به کدوم کشوره. شما فرض رو بر این بذارید 10 تا کشور رو میخواید اضافه بکنید و یک سری دسترسی خاص به هر کشور میخواید بدید و این موضوع باعث میشه که شما نتونید به راحتی موضوع رو مدیریت بکنید. من برمیگردم و کل ادرس هایی که گذاشته بودم رو پاک میکنم و میرم سراغ یک وب سرویس دیگه که من از اون استفاده کردم. تو این چند روز با اون آشنا شدم. یه وب سرویس دیگه ای که هست مربوط به iwiki.org. من اومدم و اینجا اسکریپتش رو نگاه کردم یا اون فایل ادرس لیستش رو نگاه کردم. یه امکان خیلی خوبی که داخل این ادرس لیست وجود داره اینه که اول همیشه آی پی هاش به روز رسانی شده است. شما نگاه میکنید به روز رسانی مربوط به دیروز ساعت 12. نکته‌ای که وجود داره اینه که زمانی که میخواد ادرس لیست رو ایمپورت بکنه اولین کاری که انجام میده یک لاگ جنریت میکنه با این مفهوم که من دارم آی پی های ایران رو لود میکنم. بعد از اون میره و ادرس لیست هایی که از گذشته وجود داره با اسم IR یعنی به ازای هر کشور میاد یک ادرس لیست جداگونه میسازه، همه رو میره ریموو میکنه و بعد از اون میاد میره ادرس لیست های جدید رو داخل روتر بورد ما ایمپورت میکنه. برای اینکه این فرایند رو ما بتونیم به صورت اتوماتیک همیشه انجام بدیم لازمش اینه که یک اسکریپت داشته باشیم و بعد از اون اسکریپتی که داریم این فرایند از طریق اسکیجول هایی که داریم بیاد و انجام بشه. برای اینکه ما بتونیم فرایند دانلود رو همیشه به صورت اتومات داشته باشیم لازمش اینه که از اون اسکریپت استفاده کنیم. اولین کاری که میکنم فایل قبلیه رو پاک میکنم و بعد از اون میام اسکریپتی که اینجا نوشتم رو درون اسکریپت لیست خودم که از طریق سیستم رفتم و بازش کردم پیست میکنم. خب یه اپلای میکنم برای اینکه اسکریپتم ایجاد بشه. اسکریپت رو باز میکنیم با هم میخونیم. اولین کاری که انجام میدیم میریم و فچ میکنیم URL مورد نظرمون و مودش رو مشخص میکنیم. مود URLمون HTTP و بعد از اون میگیم چیزی که یا اون فایلی که در این آدرس وجود داره بیا و توی دیستنیشن پث فایل لیستم برام اضافه بکن. بعد از اینکه فایل رو دانلود کرد یه دیلی 30 ثانیه بهش میدیم و بعد از اون میگیم این فایلی که دانلود کردی و با این اسم که در اینجا مشخص کرده بودیم ذخیره کردی برای ما ایمپورت بکن. بعد از اون یه دیلی 90 ثانیه میدیم برای اینکه تمامی ادرس لیست هامون درون روتر بوردمون ایمپورت بشه و بعد از اون مجدد یه لاگ اینفو جنریت میکنیم با نام اینکه دانلود و ایمپورت ادرس لیست ساکسس شد و به پایان رسید. من این دیلی رو میتونم به 60 ثانیه هم با توجه به اینکه روتری که دارم استفاده میکنم ویرچواله و منابع خیلی خوبی داره میتونم این رو به 60 ثانیه هم کاهش بدم. پیشنهاد میشه که شما 60 ثانیه تا 90 ثانیه رو برای این موضوع در نظر بگیرید. اسم اسکریپتمون رو هم میتونیم آی پی مثلا ایران بذاریم. یه کپی از اسمش میگیرم و اوکی میکنم. بعد از اون کاری که انجام میدم اینه که باید بیام و یک اسکیجول بذارم برای این موضوع. در اینجا یه قسمت داریم
در اینجا یه قسمت داریم به اسم استارت دیت. میخواید این فرایند از کی شروع بشه و در چه ساعتی شروع بشه. اینجا میتونید اینتروال براش مشخص بکنید. مثلا میتونید بذارید 24 ساعتی یک بار این اتفاق بیفته، یا مثلا میتونید بیای بگید آقا مثلا هفته‌ای یک بار این اتفاق بر من تکرار بشه و اینتروال این اسکیجوله بشه هفته‌ای یک بار. بعد از اون میتونید بیاید در اینجا و اسم اسکریپتی که اونجا مشخص کرده بودید رو پیست بکنید و اپلای بکنید. با توجه به اینکه تایم الان 13:50 است، من اینو به 13:51 تغییر میدم برای اینکه اسکریپتم بتونه به زودی ران بشه و بتونیم تغییرات رو با هم مشاهده بکنیم. همونطور که مشاهده میکنید ران کانت ما شد 1 و فایل ادرس رو رفت از اینترنت دانلود کرد و اسکریپتمون هم همونطور که مشاهده میکنید ران کانت شد 1. بعد از اون دیلی که داخل اسکریپت ما مشخص کرده بودیم، یعنی اون دیلی 30 ثانیه‌ای، باید بیاد و فرایند ایمپورت کردن ادرس رو به صورت اتوماتیک برای ما انجام بده. همونطور که مشاهده میکنید تمامی ادرس لیست هایی که مربوط به ایران بود رو اومد برای ما ایمپورت کرد و با اسم IR اینجا برای ما ساخت. به راحتی بعد از اون میتونیم بریم توی فایروال پالیسی و توی ادرس لیست IP های ایران رو استفاده بکنیم. دوستان، هر کشور دیگه هم که مد نظر شما باشه به راحتی میتونید بیاید و اسمش رو در اینجا انتخاب بکنید و ادرس لیستش رو از طریق همین اسکریپت با تغییر این آدرس URL و تغییر نام و اینجا هم تغییر نام این ایمپورت فایله بیاید به راحتی ایمپورت بکنید و توی فایروال پالیسیاتون استفاده بکنید. نکته دیگری که اتفاق میفته بعد از هر بار ران شدن اسکریپت، این فایل ایران IP تغییر پیدا میکنه و برای اینکه اینو تست بکنیم میتونیم الان با هم چک بکنیم. تایمی 13:51 و 25 ثانیه است. یک بار دیگه من اینو ران بکنم، میره و فایل جدید رو دانلود میکنه و جایگزین فایل قبلی میکنه. به محض اینکه این کار رو انجام بده میاد و ادرس لیست های گذشته رو بعد از اون 30 ثانیه دیلی که وجود داره کامل پاک میکنه و IP های جدید رو توی ادرس لیست ما به صورت اتوماتیک برای ما اضافه میکنه. همونطور که مشاهده میکنید همه فایل ها رو پاک کرد و از نو فایل ها رو جایگزین کرد. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.